این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانی، مگر خویشتن شاد گردانی. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. نازگل آغاز گفتار هشتم. هنگام سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی رحمان که به وادی سیراب آبادان و موضع خرم آشنا شدند، توجهشان به تاریخ و عنوان استخر بیشتر گردید و دستور دادند که نام کهن و ازلی استخر نازگل برقرار کرده شود. واقعا منظره دلبر دارد و مروارد منطقه است نازگل کهن که این زمان با نام چشمه قینر شناخته می شود. از سببی که نام قدیمش به تاریخ‌نگاران معلوم نبود، در روی خط یادگاری های کهن با عنوان دهه مذکور شرطاً قینر نام‌نویس شد. این روستا 12-13 کیلومتر در شمال شهرک هولبوک و 3-4 کیلومتر شرقتر دهه کدوچی در حدود جماعت دهات میرزاولی وایسف دامن گسترده است. بالای تپه‌ای که چشمه قینر را از شمال و غرب حصار زده است، مزار واقع می باشد. شمالتری آن در بلندی دهه دیگری جای گرفته است با نام قینری بالا. با کدام نسل منسوب بودن مزار را ساکنان محله نمی‌دانند. کاوش‌های باستانشناسی عالمان را به خلاصه آورد که قبط‌های پایان یادگاری به حکومت یونانی باختر و شاهنشاهی کشانی منسوب می‌باشند. در مجموع دو برجسته خرد و بزرگ که بدی شباهت دارند از هم در مسافت 200 متر پهلو زدند، زمان جز قصبه‌های آبادان بودند. شکل و نمود دیوار قلعه‌ها به خوبی نمایانند. تپه خرد که در پهلوی چشمه سعید قرنها باز از باد و باران امین مانده است، نمونه برجسته امفی‌تئاتر یونانی باختری است. معلومات‌های صریح از پژوهش‌های باستانشناس شهیر اریکونای غلامه و اکادمیک سوشا یعقوب شاه، باستانشناسان مظفر عزیز و شرف قربان موجودند. از کدام آوان قینر عنوان گرفتن محل را کسی نمی‌داند. قینر واژه ترکی مغولی است که معنای جوشان یا جوشیده را دارد. معنی داد بدین ترتیب به سبب نیست. در سالهای 60 عصر 20 مشاهده می‌شد که سرچشمه حوض در نصف روز و بیگاهی از 8 تا 12 متر فواره می‌زند. صدای بلند رعدوار نیز ناشت. یقین است که ترکان به همین خاصیتش آبدان را قینر نام نهادند و دهه نیز در اطرافش در مهاجرت دوم سالهای 50 عصر 20 به وجود آمد.
در صحبت پرزیدنت امام علی رحمان خیلی مختصر در این خصوص معلومات داده شد. آن کس پرسیدند که چرا آب به مثل پیشینه فوران نمیزند. گفته شد که با علت افزودن زمین‌های پخته و خودشان اضافه کردند که معلوم سبب اساسی زیاد گردیدن شماره آبکش هاست. واقعا در زمان شوروی از بس که افتخارات از پخته و پخته‌کاری بود، مهاجران کوهمنظری خاولینگ و بلجوان و سریخاسار و مومن آباد پیشه خود را تغییر دادند. متاسفانه منزل استقامتی برای مهاجران بالای یادگاری و گردوانه آن مقرر شد. همزمان از نصف بیشتری شهرستان و رباط را کشتی پخته و حیاطه‌های ساکنان اشغال کرد. از بسر و سامانی معنوی استفاده نموده پهلوی چشمه قینر بالای یادگاری مسجد بنیاد کرده بودند که خلاف قانون‌های موجوده و احکام اسلام بود. دیگه نیز از غمخواری حکومت و مسئولان دور ماند. در زمان استقلال دولتی با سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت امام علی رحمان توجه به آثار نیاگان افزود. در مدت کوتاه چشمه قینر به گلگشت نظرربا و دلنشین تبدیل یافت. فرزندان شرفمند دیار در آبادی و عمر دوباره آثار بی‌نظیر نیاکان سهم گرفتند. لبلب ساحل از میان گلگشت‌ها قدم زده پرزیدنت امام علی رحمان به سرچشمه تالاب توجه کردند که در قسمت شمالی حوض واقع است. گذشته نچندان دور را به خاطر آورده عرض کردیم که هنگامی بچگیم و به مغاره چکور که تا سرچشمه آب می برد با پالیخچک ها می فرامدیم. دیوارهای غار نقش‌های نامعین داشت. ما نمی فهمیدیم که چیست. در طاقهای بیشمارش پرنده ها لانه می گذاشتند. بعدتر متخصصان به خلاصه آمدند که طرح رصدخانه بوده، از همین جا به جرم‌های آسمانی نظاره می کردند. در سالهای 70 عصر 20 با بولدوزرها تپه بالای غار را هموار و چقریش را پر کردند. از گلگشت و آبادی ها خوشنود گردیده نام کهن موضع را پرسیدند. پاسخ شد که موافق سرچشمه‌های تاریخی ناسکول است. همان دم به مسئولان سپارش دادند که عنوان قدیمی را برقرار کنند. خواجگی دهقانی فیض سعید منطقه‌ای که باغستان وجود دارد 5 هکتار را تشکیل می‌دهد و در میان گلگشت‌ها ناسکول تاریخی قریب 2 هکتار را تشکیل می‌دهد. عالم پرندگان چشمه افسانه‌سان است. نوهای ماهی، خل‌های مرغابی، غاز و انواع گیاها ثروت کشور بوده به زیبایی‌ها می‌افزودند. گل‌های خلمخیل و گوناگون رنگ صدبرگ و گل‌های محلی تراوت و نفاست موضع را بیشتر کردند. خاصه پودینه و زوف ساحل حوض خوشبو و پرنکهتند. انواع دار و درختان که از 4000 بیشتر نشانده شدند در بهداشت محیط زیست مهمند. تا امروز بحث اطراف عنوان چشمه قینر و تاریخش و مهمیت آن در آبادی دهاتی گردوانه در گردش است. با نوشته دایره ناآگاه گویا پیدایش واژه قینر به زمان قره‌خانیان در ارتباط باشد که اساس علمی و منطقی ندارد. در زمان سامانیان گمان می رود از روی موقع جغرافی و فراوانی آب خوشتم شهرکی وجود داشته که فراغتگاه حاکمان بوده است. از روی فرضیه باستانشناسان شهرک در جای نخست مرکز ختلان با عنوان خوتل بنیاد شده است. با حمله عرب این شهر کاملا خراب گردید. با گذشت سالها پایتخت به محله امروزه قربان شهید کوچانده شد و شهرتیاب گردید و با نام هلبو شهرتیار گردید. پس از گذشت اوج ترقیات در عهد سامانیان قبیله‌های بادیه‌گرد قره‌خانی به شهرستان افسانوی حمله‌های پی در پی نموده آن را کاملا غارت و صحنه تاریخ رفتند. در منبع‌های خطی عصر میانه و زمان نو نمونه مانند و همرنگ به یادگاری قینر به چشم نخورد، مگر که ابتدای عصر 20 در گوشه از دیش چند بنه از ترکان چاروادار مسکن گزیدند. دقیق‌ترش 4 خانواده. موافق معلومات سال 1931 دهه‌ای به وجود آمد که 52 خواجگی داشت و بیشترشان ازبکان چاروادار بودند. تا سالهای 70 عصر پار چند تنی از جمله عیسی کمندیر از تاریخ مهاجرتشان یاد میکرد. قسمتی از ازبکان پس از مهاجرت کوهستانیان به وادی ترک منزل کردند و چند خانواده باقی مانده با نومسکونان مخلوط گردیده اصل برآمد و ریشه های اولادی خود را از یاد بردند.
فرضیه دیگر و معنیداد عامیانه در واژه قینر در میان مردم چرخ میزند. موافق آن قینر از دو قسمت کی و نهر عبارت بوده است و از دوران کیانیان وامانده به معنی نهر کیکاووس یا کیخسرو. نمی شود این فرضیه را پذیرفت که نهر انهار واژه های تاجیکی نیستند و هم سخن از چشمه و استخر و تالاب و حوض و آبشخور می رود، نه از جوی و رود. این چنین یادم هست که به جای جوی و عریق ترکی و کانال مردم مهاجر کلمه ارنه را استفاده می کردند که صرف تاجیکی است و در اوستا وامی خورد. به هر رنگ که معنی داد بکنیم واقعیت به آن می کشد که چشمه ناسکول کهن برای همه ساکنان مکان مقدس شماریده می شود. همان طالبی که شهرت قصر شاهان تا اسلامی ختلان را می افزود در موضع خوش باد و هوا با چشمه های پاک شیرینش همه دور و زمان آبادان و مورد توجه باشندگان گرد و اطراف باقی ماند. زمان پیدایش ناسکول را کسی یاد ندارد. از اقلیم و طبیعت اطراف یقین کردن شاید که آثار طبیعی است و نیز می توان آن را به عمل انسان سازنده کار و بس کرد. شاید آبادیش با تأسیس نخست مرکز ختلان خوتل علاقمند باشد که به عصر دیوم میلادی راست می آید. زیرا فرضیه نیست است که گویا آب به وسیله کبرها از مسافه 70 کیلومتر و شاید بیشتر از آن آورده شده است. یعنی وسیله های آب و کاریزی در حال رشد بود. سالهای پیش موسفیدان با آن باور بودند که آب را از چشمه های خاولین به وسیله ارنه زیر زمینی به اینجا آوردند. برای اثبات فرضیه نیز وجود دارد. گویا شاهزاده با از دست دادن رفتن ثروت و سلطنتش یک مقدار طلا را در داخل تیاق جای کرده بوده است. برای اینکه دشمنان نشناسندش خود را به درویشی تبدیل داده دره به دره و از ده به ده سرگردان می گشته است. راویان قصه می کردند که درویش در لب چشمه بزرگ تیاقش را می گذارد و هین آبنوشی آن لغزیده به درون آب می افتد. شاهزاده از ملگرانده یگانه منبع امید و آرزویش را از دست می دهد. نالان و ملال و گریان را سوی وادی می گیرد. پس از چند روز به لب چشمه ناسکول می رسد. هین فراغت چشمش به تیاق می افتد. می گیرد که مالی حلال خودش. از روایات و قصه ها در پیدایش حوض که از باور و تصور ساکنان تولید شدند بسیارش تاکنون برجاست. به قول آنان هنگام حمله اسکندر مقدونی رادمردان سرزمین مقاومت شدید ظاهر نمودند و اسکندر پس از پیروزی کل مردان را سر زد که حوض بزرگی حاصل شد. همین روایت را به خونخواری عرب ها نیز نسبت می دهند. سالخوردگان موضع اثبات روایت را به طور خود دارند. چنانکه در چله تابستان هنگام آفتاب در خانه مطابق به 21-22 ایون سپید دم به چند ثانیه تالاب رنگی به سرخی مایل را می گیرد. واقعا هنگام ثبت فیلم مستند ناسکول سال 2006 در حدود 3-4 ثانیه این حادثه را مشاهده و به نوار گرفته. گروه کاری از این حادثه حیرت زده شدند. ولی از نظر کارشناسان پدیده به حوادث فیزیکی علاقمند است. هنگام یک وجه بلند تیغ کشیدن آفتاب کنج افتش به حوض در رادیوس برخورد می کند که رنگ سطح آب تغییر می یابد. وابسته به همین روایت از حوض یا چشمه بزرگ نوشیدن آب ممنوع بود. یعنی به پندار موسفیدان یا سالخوردگان حوض خون می نمود. هرچند چشمه آبزه دارد که از آن قریب 2 ارنه آب بیرون می رود و در آبشار گرداندن و سرسبزی دهات اطراف منبع مهم می باشد. روحانیان نیز در این جبهه از دیگران قفا نمی مانند. آنان موضع را با نام حضرت خواجه قینر وصف می کنند. به اندیشه ایشان مرد تقوادار بلکه اولیا بوده است حضرت خواجه قینر. موافق نقلشان پس از مسافرت طولانی خانه خدا خواجه قینر خسته می شود و در سایه درخت خوابش می برد. خواجه خیز را خواب می بیند که تلقینش می کند با آباد کردن موضع. او دست و دامان بر می زند و اهل تبارش را اینجا می خواند. و روحانیان به قول خود دلیل هم دارند. حضرت خواجه قینر را با یک زمره بزرگان و اولیاهای گردوانه حضرت خواجه سرتیز، خواجه غلطان و خواجه مامین در خویشی و پیوندی می دانند. در مجموع موضع معجزه طبیعی را می ماند. در مساحت نچندان بزرگ
تالاب و چشمه های شور، شیرین، مینرالی و بینمک جاریند. پس غلطی است که در زیر زمین و مسافت دراز به هم نمی آمیزند. پیرامون سرزمین برابر خاطره و قصه های مردمی آثار خطی نیز موجود است. به اندیشه ما با چند عامل: نخست این که شهرستان آبادی بوده است از دوران خیلی قدیم که شهرت قبلیش توجه جهانگردان را به خود جلب نموده است. دیگر مکان آبادی که به واسطه از تماشایش بهره گرفتند، یا فراغتگاه یا بستانسرای شاهان دور که نه همه کس آنجا راه می‌یافته است. انجام گفتاری هشتم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.